من از پاییز میترسم بدم. کله میم حالت گلدونی داشته باشه، از وسطش لحظه اتصالا میاریم پایین و حرکت بعد میاد اینجا و دایرمون هم که از وسطش میاریم که همه زیبایی این ترکیب به دایره بستگی داره. الفمون الف 3 نقطه، بالا رقص، پایین رقص، کمر صاف. با همون قلمی که می نویسی 3 نقطه ز، باید اینقدر روون نوشته بشه که من اگر نقاشی بکشم بتونم شکل پرنده رو بکشم. پاییز که یه نقطه، حرکت بالامونم 2 نقطه و یه کمی مایل به راست چرخش داشته باشه. اگه خط عمود بزنی یه 0 رو به داخل. حرکت بعدی پاییز با نصف قلم می بالا، یعنی نرم نرم. حرکت بعدی میای پاییز اتصال حرف ر که کشیده هایی که رو به بالا میرن یه نقطه از خط باید بالا باشن، کشیده هایی که رو به پایین میان 2 نقطه. میترسمم میترسم گرده 2 نقطه با